تو کوشش مکن که دیگران را اصلاح کنی. از پس اصلاح خود شو. هر کاری که تو میکنی برای آنها عبرت است. از بزرگی پرسیدم فرزندت را چگونه تربیه میکنی؟ گفت من فرزندانم را تربیه نمیکنم، من خودم را تربیه میکنم، چون هر عملی را که من انجام دهم آنها تکرار میکنند. پس نمونه باش. فراموش نکن تو به مثل آینه هستی. همیشه نفری پیدا می شود که تو برای او نمونه هستی. اعتقادش را مشکن.